روزها و هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرند. فصل‌های سال نیز تغییر یافته ایستاده‌اند، ولی تا هنوز نوابسته به سردی هوا در دل اشتراکچیان برنامه انگوبین فصل گرما، فصل بهار حکم فرماست و هر یک آنها می‌خواهند تا هنر و مهارت خاصه خود را برای شما پیشکش گردانند. سلام میگوییم بینندگان گرامی هواداران برنامه‌های تلویزیونی بهارستان. اینک شماره نوبتی برنامه انگوبین را با اشتراک سابرینه 6 ساله از شهر دوشنبه پیشکش شما میگردانیم. سابرینا نوابسته به خردسالی خویش علاقه از دیگر همسالانش فرق میکند و برنامه مکتبی را نیز از خود نموده است. خوب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودک صاحب استعداد آشنایی پیدا کردن خواهید، پس جریان برنامه انگوبین را همراه باشید. سلام سابرینا، شما را با برنامه‌مان خوش آمدید میگیم. سلام. می توانید خود را به تماشابینان تلویزیونی بهارستان به همه نفرانی که شما را تماشا کرده ایستادند معرفی کنید. من امیرخانوا سابرینا می باشم. من 6 ساله می باشم. من در باغچه رقمی 159 تعلیم می گیرم. خیلی خوب. می گفتید که شما در عائلتان چند نفرید؟ ما در عائله ما 5 نفره. خب از این عائلتان را برای ما نمبر کنید. مادرم، پدرم، خواهرم، دادرم، خودم. با برنامه انگوبین با همراهی کی اومدید؟ من با برنامه انگوبین با عمم اومدم. خیلی خوب. خب اکنون میگفتید که درباره کدام اعضای عائلتان شعر میدونید؟ برای مادر میدونم. خوب مرحمت. مادر جانم، مادر جان، مادر جانی مهربان، در همه روی عالم غیری تو از برایم کسی عزیزتر نیست چون تو کسی دیگر نیست. کسی عزیزتر نیست چون تو کسی دیگر نیست. تو مادر جان یگانه، من مغزمو تو دانه. تو مادر جان یگانه، من مغزمو تو دانه. خودی خودم میدانم کی در تمامی عالم. خودی خودم میدانم کی در تمامی عالم کسی عزیزتر نیست چون تو کسی دیگر نیست. درباره یگان اعضای دیگری عائلتان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بی جانم می آید، از ری دور می آید، بزور می آید. بی جانم آغوسه، کیسه هایش پوری قلب، مغز و مویز می آید، چیزهای نقص می آرد. تشکر زیاد. می گفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ ما در جمهوری تاجیکستان. خیلی خوب. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه می باشد. آفرین. درباره جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه و عموما وطن یگان شعر میدونید؟ وطن آب و هوایم تو، وطن صوت و نوایم تو، وطن حسنی صفایم تو، وطن مادر خدایم تو. منم فرزندی جانانت، قسم بر خاک دامانت. ببوسم پرچمت به ماه، بگردم سبقه نامت. تشکر زیاد. درباره شهر دوشنبه چی؟ بله. مرحبا. شهر دوشنبه شهر نمویم، چون گل تو از من از تو رویم. شهر دوشنبه ای چهره آرا، بوی سمرقند، بوی بخارا. چون سخن درباره وطن می رود، می گفتید که قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هستند؟ صدرالدین علمی، بابا جان غفروف، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، نصرتالله مخصوم، شیرین شاه، شاه تیمور می باشد. آفرین. امام علی رحمان کیست؟ امام علی رحمان اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای میلاد محترم جنابی عالی امام علی رحمان می باشد. خیلی خوب. در راستی پیشوای میلاد همون یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. ایا ای پیشوا مردی خدا داد،
کردی از سرینا و کشورا با همه احسن همه خانم تحسین با آن فرزان مادر که تو آزاد آبی گنج آمیخته با گنج و زر هم زرفشان زرفشان آید همه رای حبرشین رسار و اشتورش شاه با صد کاروان آید همه بوی جلوی آریان آید همه پیشوایی تاجیکان آید همه شاه ما نباشد در وطن نزد مردم هر زمان آید همه. من باز یک شعر دیگر میدونم. ای پیشوای میلاد وحدت کشای میلاد بر کودکان تو دادی غمخوری های به حد رحمت به تو بگویم آسمانی صاف تو دادی بخت به ما تو دادی ای پیشوای میلاد ما کودکانی زیبا بر تو کنیم تمنا 100 سالها بیمانی بر تاج و تختی دولت. چونی که همه میدونیم دیگر قهرمانان جمهوری تاجیکستان مثلا میرزا ترسونزاده، صدرالدین عینی، باباجان غفورов اثرهای ایجاد نموده خود را دارند. نمی‌توانید؟ بله. آیا شما از ایجادیات آنها یگان مصرع شعر میدونید؟ بله. مرحمت. من یک پارچه از داستان حسن عرابکش میدونم. داستان حسن عرابکش را کی نوشته است؟ میرزا ترسونزاده. تماشاچیان عزیز بیاید با هم با دقت گوش میکنیم زیرا در دوام برنامه انگوبین اولین نفر می باشد که داستان حسن عرابکش میرزا ترسونزاده را قرائت کردن میخواهد. خوب مرحمت. گرنشیند به اسب در نزدش باد را رد را مرته کند بغلی تنگ کوزداران را از قدمهای خود وسع کند گر به صغری اسبی عالمگر از سری شب تازیا نزند بر روخ ما و آفتاب حسد دست گویا که غالیبا نزند ذاتی عرابق و قندی در بدن داشت شکمنی ماهود شخصی تنها و یک سر و دو گوش همه دولتی حسن این بود می نمود او گمان که تنهایی بکز از هرچی از افضلتر سری تنها همیشه آزاد است از غمی روزگار خانه و در با کجایی که اختیار کند می رود به ملا به پرسیش در کجایی که افتد و خیزد کسی آن را نمی دید تشویش گرچه خود یک کسی مجرد بود دوست می داشت توی خوردن را در عرابه سوار کرده به توی قشه قشه عروس بردن را نقشای کلانی مردان را رقصی موزونی نو عروسان را پاینداز په کردن را چشمکی کردنی جوانان را گردی گلخن را غزل از دختران شنیدن را از سگی پای کلون و داماد تنگه و خندلا چیندن شا خبره بود به تو یک بگاه حسنی توی خواهی بزم طلب کرده بطن لباسی ایدی را رفت و از تو پس نیامد شب چه شبه بود که در آن منزل تا سحر بزمی آسمان کف شد تا سحر گوشی مردمی قشلاق به صدای نگاره و دف شد پسران چابکانه رقصیدن
دختران و زنان لطیف و حلیم در چنین شب چگونه کس نکند دل و جان را به دلبران تقدیم باقی امشب عرابکش را هم کر مفتون سرودی محبوبه قدی لرزان و رقص موزونی چشم جادوگری دلاشوبه گاه گاه به سوی او نگریست دختر از کنار دوزیده ناز بالای نازا میکرد صنم خاخ خاخ خندیده آفرین تشکری زیاد از یاد کردن این پارچه داستان با شما مشکلی ایجاد نمیکرد؟ نه آفرین تشکر زیاد تماشا بینانی عزیز باوری دارم که پارچه از داستانی استاد میرزا ترسونزاده یعنی حسن عرابکش به شما نیز پسند آمد و من بعد شما نیز به فرزندان خود این داستان را می آموزانید و برنامه ما تا حال ادامه دارد. خاطرتان میشویم که این زمان ما در مرکز خوشی کودکانه ماداگاسکار قرار داریم و همه آن صداهایی که شما میشنوید صدای دلخوشی کودکان است و ما برنامه خود را ادامه میدهیم. خب میگفتید که مقدسات کشور را نامبر کرده میتوانید؟ بله مرحمت. پرچم نشان سرودی ملی خیلی خوب درباره این مقدسات شعر میدونید مثلا درباره پرچم؟ بله مرحمت. پرچمی بالاتری با سه رنگی نازنی با این همه رسالت زینت این سرزمین. خیلی خوب سرود ملی را کی نوشته است؟ چرگون نظر کردیم آهنگ سلیمان یودکوف می باشد. خیلی خوب شما میتوانید یکون پارچه آن را برای ما خوانید؟ بله مرحمت. دیاری ارجمندی ما به بخت ما سری عزیزی تو بلند و باز سعادتی تو دولتی تو بگذم باز زدوری زبانه ها رسیدیم بزری پرچمی تو صف کشیدیم زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. تشکر زیاد. باور دارم که پارچه های دیگری سرود ملی را نیز شما از یاد میدونید ولی برای ما همه قدرش کفایه است. میتونید؟ بله. خوب صحبت را ادامه میدهیم. شما گفتید که با بخچه میروید همین طور نه؟ بله. درباره بخچه اگون شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بخچه نامداری ما عالمی افتخاری ما نوری امید نجیحت در دل بیقراری ما بخچه ما نکوتری بخچه اعتباری ما از ثمر شرافتش گل بکند دیاری ما. آفرین. در بخچه شما با چی کار مشغول میشوید؟ درس بکنه. چگونه درس؟ درسی متیماتیکا. چون شما متیماتیکا گفتید اینجا ما رقم ها را داریم و تماشاگران عزیز بیاید یک جای میبینیم که آیا او از اوده رقم ها نمبر نمودن رقم ها میبرامده باشد یا اینکه نه. خب انا این کدام رقم است؟ رقمی یک. انا این چی؟ رقمی دو. انا این. رقمی نو. انا این چی؟ رقمی شش. انا این. رقمی هشت. انا این. رقمی سه. انا این. رقمی پنج. انا این. رقمی چهار. رقمی هفت. رقمی ده. خیلی خوب. انا اکنون به من گوید که اگر که ما انمی دو رقم رو یک جای خونیم چند می شود؟ 910. خیلی خوب. اردوی اینها رو چی؟ 12. اگر برعکس خونیم چی؟ برعکس 21. خیلی خوب. اگر هر دوی اینها رو یک جای خونیم چی؟ 56. آفرین. انا این چی؟ 78. احسن به شما. انا هر دوی اینها رو اگر یک جای خونیم چی؟ 48. 48. خوب حالا بیاید من همه این رقم ها رو آمیخته میکنم و شما باشید اونها رو جابجا میکنید. میشود؟ بله.
با شما وقتی معین داده می شود تا با انجام رسیدن موسیقی شما باید همین رقم ها رو جابجا گذارید برای همین زودتر باشید. 1 2 3 آغاز کردیم. زودتر باشید. این کدام رقم بود؟ رقم 2. زودتر باشید زودتر باشید. آفرین. زودتر 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 وقت کم مانده ایستاده است. احسن به شما. تماشاچیان عزیز، چنانه که خود شما شاهد گشتید سابرینا توانست در یک مدت کوتاه یعنی تا به انجام رسیدن موسیقی همه رقم ها را درست جابجا گذارد و همزمان او رقم ها را خیلی خوب نامبر کرد و عدد های دو رقمه را نیز میدانسته است. حاضر اگر ما با شما گوییم که ما صحبت رو با شما ادامه میدهیم و برای ما یک شعر از همه دوست داشته‌تان را خوانید، چی رو میخونید؟ کدام شعر رو؟ برای مربیه. برای مربیه؟ بله. خیلی خوب. مربیتون کیست؟ میرزا و نسیمه امرخونوا میباشد. مرحمت. خوب شعرتون رو خوانید. معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لبز شیرینی روا ما از شما آموختیم به هر سوال جواب را، دانستنی حساب را، هم خواندنی کتاب را ما از شما آموختیم. حفظ شما چون پدر همیشه پیشی نظر، حرمت اهل بشر ما از شما آموختیم. احسن به شما. هنگامی که پس از بخچه ما با کجا می رویم؟ پس از بخچه به مکتب می رویم. در مکتب چی کار میکنیم؟ در مکتب درس میخونیم. کدام فنهای مکتبی را میدونید؟ الف با. الف با. باز چی؟ ماتماتیکا. باز چی؟ باز زبان. باز سرود و موسیقی. خیلی خوب، کفایه است. یعنی اولین کتابی که ما در مکتب میخونیم این کدام کتاب است؟ کتابی الف با. میتوانید یک شعر درباره وطن قرائت نمایید؟ بله. مرحمت. وطن آب و هوایم تو، وطن صوت و نوایم تو، وطن حسن صفایم تو، وطن مادر خدایم تو، منم فرزندی جانانت، قسم بر خاک دامانت، بیبوسم پرچمت با مهر، بگردم صدقه نامت. شما درباره وطن شعر گفتید. میگفتید که این سال 2019 کدام سال اعلان گردیده است؟ سال 2019 2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی میباشد. خیلی خوب. شما درباره سیاحی، دهات و هنرهای مردمی یگان چیز میدونید؟ دوزندگی، بافندگی، کلاهگری، چوب تراشی. من باید یک چیز دیگر رو پرسیدم. میخواستم سیاح ما کی رو میگیم؟ نفری که از شهری دیگر به تماشای ما میآید. یعنی به تماشای شهری ما میآید ها؟ بله. ما باید سیاحان رو حرمت کنیم، همین طور نه؟ بله. اگر شما در یگان جا سیاح رو بینید چیکار میکنید؟ حرمت. مثلا چگونه حرمت میکنید؟ السلام میگوییم. السلام میگید؟ بله. خیلی خوب. اگر یگان بارخلطه وزنی داشته باشد شما با او کمک میرسونید؟ بله. اگر راه رو نداند چی؟ راه ندارد. شما با او راه رو انجام میدید؟ بله. روادو اگر شما خودتان راه رو ندانید چی؟ بعد از کی پرسان میشوید؟ از مادرم، از پدرم، از بیبیم، از بابایم. خیلی خوب. یعنی شما یک علاج کرده با اون کس کمک میرسونید ها؟ بله. در قطار آن که سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیدند، همزمان 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار عمل نموده ایستاده است. می‌توانید؟ بله. خب شما چون جمهوری تاجیکستان سرزمین آب‌های شفابخش میباشد درباره آب یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت.
یک سالی نیکو گذشت مثل آب جو گذشت سالی مهر و وفا بود سالی صلح و صفا بود نیکی هایش افزان بود تنتنه راغون بود سالی مهر و ظفر بود سیاحی و هنر بود. یعنی شما درباره یک سال نقل کردید که در این سال هم اگریگات نیروی برقی آبی راغون شده شد و هم 10 ساله بین‌المللی عمل برای رشد استوار عمل می‌نمود می‌تونه نه؟ بله. خیلی خوب. چون سخن درباره تنتنه‌ها درباره جشن‌ها می‌رود می‌توانید بگویید که 9 سپتامبر ما کدام عید را جشن می‌گیریم؟ عید استقلالیت. جشن استقلالیت رو همین طور نه؟ بله. درباره استقلالیت دولتی یکون شعر می‌دانید؟ وطن وطن سرشتی من بقا و سر نوشتی من زمینی زردوشتی من بهشتی من بهشتی من. آفرین. چون شما علاقه می‌دانستید که استقلالیت کدام روز جشن گرفته می‌شود؟ وحدت ملی کدام روز جشن گرفته می‌شود؟ 27 ایون. خب شما درباره وحدت یکون شعر می‌دانید؟ بله. مرحمت. وحدتی میلاد رضای میلاد است قدرتی دست و دعای میلاد است امن و آبادی ملکی تاجیکان دولتی سپی صفای میلاد است وصل هر یک گوشه ملکی عزیز آرزوی پیشوای میلاد است پرچم رنگین کوهستانی ما همچو قالین پیش پای میلاد است. آفرین به شما احسن برای چنین شعر پرمضمون. اکنون بیاید کمی موضوع رو دیگر میکنیم ها. یک سال از چند فصل عبارت است؟ یک سال ما از 4 فصل سال عبارت نباشد. مرحمت نمبر کنید. زمستان بهار تابستان تیر ماه. آفرین. خب درباره این فصل سال شعر میدانید؟ بله. مثلا در فصل تیر ماه طبیعت چگونه میشود؟ طبیعت باد و هوا خنک میشود برگا میریزد. خیلی خوب. اکنون درباره فصل تیر ماه یکون شعر گوید. آمد فصل تیر ماه میوزد شمالی سخت گشته برگی درختان نارنجی و سرخ و زرد از برگانی رنگارنگ تیر ماه قالین بافته است زیر درختانی باغ چون پای انداز پرداختن قالین های دلکشا رویشا میتازیم دوره شده ما با هم میرقصیم و میبازیم دوره شده ما با هم میرقصیم و میبازیم. آفرین. در فصل زمستان هوا چگونه میشود؟ باد و هوا خنک میشود برف میبارد. شما برف را دوست می‌دارید؟ بله. آفرین. خوب درباره فصل زمستان یکون شعر گوید. سالی نو آمد بابا شادان به خانه ما با من خرسک به گلناز داد اکی دوم دراز. بهار. درباره بهار شعر می‌دانید؟ بله. مرحمت. بهار آمد گلی سوسن خطر آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لال ازار آمد. آفرین. از همه این فصل‌ها بیشتر کدام فصلش پسند است؟ فصل زمستان. فصل زمستان برای چی؟ برای آنکه برف بازی میکنم. برف بازی میکنید؟ بله. بعد یکی کسل شوید چی؟ بعد دکتر میروم. بعد به شما باز سوزندارو میگذارونند دارو میخورید ها؟ بله. این به شما پسند است؟ بله. خیلی خوب. فصل تابستان هم به شما پسند است؟ بله. خیلی خوب. چون شما درباره وحدت ملی سخن راندید میگفتید که زبان دولتی ما کدام زبان است؟
زبانی تاجیک. زبانی تاجیکی است ها؟ بله. درباره زبانی تاجیکی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. زبانی تاجیک فروغ مخفی، از او روشن چراغ منزل. تشکر زیاد هستم به شما. خب اکنون میگفتید که در دنیا چند اقیانوس موجود است؟ 4 اقیانوس. این اقیانوس ها رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. اقیانوس آرام، اقیانوس اتلانتیکا، اقیانوس هند و یخبسته شمالی. آفرین به شما. درباره صلح یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. صلح چون خورشیدی تابان هر سحر، می شود از کشوری ما جلوگر. جمعه عالم را جید او زیب و فن، نور پاشد بر سری اهلی بشر. تشکر زیاد. چون شما از این آیلتون رو نمبر کردید که در آیلت چند نفرید، میتوانید آن رو با یگان زبانی دیگر گوید. بله. مثلا پدر با زبانی انگلیسی چی میشود؟ فازه. با زبانی روسی چی؟ پاپا. خیلی خوب. مادر با زبانی روسی؟ ماما. با زبانی انگلیسی؟ مازه. آفرین. بی چی با زبانی انگلیسی؟ گرمازه. بابا؟ گرمفازه. دادر؟ برازا. خواهر؟ سیستر. برادر و سیستر ها؟ بله. آفرین به شما. What is your name? My name is Sabrina. How old are you? I am 6 old. تشکر زیاد. معلوم بشه تماشاچیان عزیز، چون که شما شاهد گشته ایستاده اید، اشتراکچی ما با زبان‌های دیگر نیز میتواند خود را معرفی کند و از این آیلتش را نیز نمبر کند. خوب صحبت را ادامه میدیم. شهرهای کلانترین تاجیکستان را نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. دوشنبه، حصار، کلاب، خوجند، خاروخ و ترسون زاده. آفرین به شما. خب با زبان‌های دیگر یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. می کردی نچکینی سیا خار پسنی کسپایاب اورajای سبیرای یدین سپاله اورajای سبیرای یدین سپاله اورajای یدیم میدمای نماشینی گروزمای یدیم میدمای نماشینی گروزمای ورتا اکریوای یدین سپاله اورajای ورتا اکریوای یدین سپاله اورajای. آفرین. خب میتوانید درباره وطن یک شعر دیگر قرائت کنید؟ بله. مرحمت. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست، هر سنگی وطن مثالی هیکل زیباست. عالم همه جا لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. من میخوام یک شعر قرائت کنم. مرحمت. ما کودکانی خود به فرزندی این زمانه، ما کودکانی خود به فرزندی این زمانه، با راهنمایی پیشا سوی باغچه روانیم، با راهنمایی پیشا سوی باغچه روانیم. لی 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 نور افشان شد نور افشان با هدایتی پیشوا، نور افشان شد نور افشان با هدایتی پیشوا. نوری را میرسد اکنون به خانه ما، نوری را میرسد اکنون به خانه ما. لی 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 لی. نسلی استقلالی ما فرزندی تاجیکستان، نسلی استقلالی ما فرزندی تاجیکستان.
شادی ما فیزاید با پیشوای مایان شادی ما فیزاید با پیشوای مایان لی 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 تماشاچیان عزیز با چنین سرود زیبا با برنامه امروزه انگوبین نیز حسنی انجام میبخشیم. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکانی خوش‌ذوق و صاحب استعداد و مانند سابرینا و دیگر قهرمانان برنامه انگوبین بس زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش معلومات زیاد را از خود نموده است و یا او یگان هنر و مهارت مخصوص دارد، پس برنامه انگوبین معرفی استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیونی بهارستان. با برنامه انگوبین و شبکه بهارستان بودن را فراموش نسازید. و سابرینا جان انا این تحفه زیبا بر شما. رحمت. و تماشاچیان عزیز شما نیز با برنامه انگوبین و شبکه بهارستان بودن را فراموش نسازید. تا دیداری نوبتی خیر.